آن دیوانه، حیات زیبای تو امروز سری فرزند می رود با نوشیدن این. انشاءالله امروز این را می نوشی حیات شوکت زیبا می شود. کسی که بانو را از شوکت جدا می کند حالا از مادرش تولد نشده است. بانو و شوکت می یابند برکت. این رحمت کلان اکای مدیر که در شوکت را کشاده. اکای کنان جان بیا آمدم اکا جان. این را نوشیده راحت که اکا جان. اکای کنان نوش جانت دیدار را با قیامت. ای شوکت لبا اکا تو در اینجا چی انداختی ها؟ بالازد شده است ماشالله. میدونی اکا چی انداختم؟ کمتر مرگ موش. این باید میمرد که کمتر پس نامه اعمال محکم می شود. از این دنیا می روی دیوانه. نه آشی جانت شود اکا جان. خدا پیرا مرگت کنه. شوکت چه خیلی این خبر رو آماده کرده ای عجایب شد. نوشی جانت اکا جان. این بدبخت بین مرگ موش معقول شده. بعد 8 دقیقه خدا خواهد جنازت می خوانیم. چی با نمیمره؟ ای مردک بمبور گوش کن شوکت، لبه اولو حضرت. نمیدانم این رو چه خیلی آماده کرده ای، اما از این پس قهوه ما رو انا همین خیلی آماده کن. عیناً همین خیلی بهترین است. بچت ما رو دیوانه دار این نمورده. همه خیال در قول هر وقت مرگ موش انداختن گیر ما کرد. نه میتوانی روی شوکت، دستت درد را نبیند. مایل شکر. من در آشخانه ایم. یکی مردی زنگ بزن ما در خدمتیم. چرا نمیمره این؟ خیلی بامزه. در پدری فروشنده نلت این مرگ موش سراغش گذشتگی بود چی؟ این برای چی نمورد؟ هیچ خیلی مرگی موشه آدم نمیکشه. انشالله زهرالود نمیشم. این کاکاو ایکو این موشا رو با کاکاو میکشم. شوکت ها شوکت برای من یک خودداگ آماده کن. برادر اینجا بیا چی پرسم تا؟ همین موشا رو با کاکاو میکشم؟ چی علاقه دارد؟ خلطه مرگ موش چشیدم ازش کاکاو. ای رو دف شوکت من انداختم. چی رو انداختی؟ ابله در خلطه زهری موش کاکاو رو من انداختم. چی؟ ابله کنعان رو زهرالود کردن میخواستی یا نیزا رو تا برد. فو این روی تو باری رفیق سیاه. این روی تو باری رفیق نامرد سیاه. در 40 سال یک بار گفتیم آدم بکشیم. در 40 سال گفتیم یک بار آدم بکشیم. تو بدبخت باشی همه ای کار رو محو کردی. سفسته نگو خودداگ را بیده. برای گم شوی پیشم. یکم خدا پخداگ نیست. دف شوی پیشم. گم شو. یا خدایا کارش رو ببین برویم کاکاو پاشید یا چتا. همین کاکاو زهری بدن چه برای سازی شوکت بیعقل. من خوبم لیو. خدا چه خیلی. درد عشق بسیار سخت بوده است. راست گفتی دروغ بسیار سخت بوده است. شیطان میگه که رفته از دستش بیدار میانش رو بقم و با او رقصی پقته بکن. پقته نه بچته. فرقش چیه؟ فکری خوب.
برای رقص بچتا این میدان کمتر میده. برای رقص سالسا میشود. سالسا. من این رقص سامبوسا را خوب میتونم. رقص سامبوسا؟ اینجا بیا پیش بدارم. چیکار میکنی؟ In the city lights, she's like a brilliant. I dream she holds my hand. She's shining on the way. Hot summer night, like the middle of July. Your lips are close to mine. That crazy summer night. چیکار میکنی؟ بیا تو. لبت. بیا تو. بخت و شوکت من و تو بخت نداریم. اگر تو بخت میداشتی دندونی ما در نمیکرد. تو راست میگویی برادرم لوینت. بخت من و تو شوکت روزی نداریم. شوکت روزی بایی باشقید. جانم حاضر می آیم یک لحظه. اکه اونال با ما میبود هوید میکردم بخدو. شوکت کنی اینجا بیا کشوین را. ای وسوسم نکه بخدو. شوکت کشو میگویم. یک آدم کلانی رنگی کودکو رفتار میکنی. اکه اونال کلیت ایرا ما ندارم بخدو. بریشی همجا آخی جد سوزه. تمام شوکت تمام. بیا یک گم میگویم. ها؟ لعنتی. برات بزنم باشی دوتا. کس گم شو کل جد بگذار. تر جد بگذار. حرامی لعنتی. این بولیشتی که در دست داری با تو میخورانم. اونم تیج بجویت گذار. حرمتت کردم ای خود رفتی اونا. ولی با این تکسری میزنم اون حیوان. بانو جان میس بانو همراه ما رقص میکنی اصلکم کنی اینجا بیا بشرف. ای شوکت با تو گفتم به سر زن از روش رود خوابم نمیبرد. من با تو همین خیل میرقصم که حاضر میبینی. رقص با مرگ. مرده هر دوتون را از این خانه میبرارند. ولی مجان بیام سر مدار بلای کیفتت منو. معلمه اینجا بیا جانکم نزدیکتر بیا. بانو جان خیلی نکن نفس میگیره چیکار میکنی؟ بانو جان کمیسرم شما چیکار میکنید؟ سر دید مرا کمیسرم. دست شما دیگر کمیسریم هم نمانده است. کمیسریم را از من گرفتید شما دو خری ابله.
کالتا کلاس چی گپ است؟ چی گپ است؟ با تو نگفته بودم به سرش بیزن ازش شود. همینش رو امان کنم یا خدایا. برادرم کالتا کلاس. چی کار میکنی اونال؟ دیوانه هستی مگر؟ نزدیک نشو که برادرت رو میکشم. کارهای بیعقلانه نکن اونال. قانون را میدونی، بیعقلی نکن. نفهمیدی که آدمی قانونی هستم بشرف. نزدیک نشو که گردنش رو میشکنم. بین خواسته ای تو اون نیست، من هستم. رها کن او را، مرا به جای او بگیر. میلش بگیر. کلیدها را بیار. کلیدها رو؟ زود رفته کلیدها را بیار میگویم. میکشم این را. اونالیست تمام. تو آرام شو، آرام شو. اکه اونا مرا گوش کن. بخدا من نمیخواستم ترک زنجیر بند کنم. همش فکر یانم وای. مرا سرت یک کمرا نگشتی و بول بشه. خرپچه احمق، آدم فروشی را خوب میدن. بکشم اخی. تمام. اونال آرام شو. کلیدها را میارم. میلش آرام باش. ته بچه جو کمی سرسر زود باش زود. برادرت حاضر نمیرد. زودتر باش میگویم. بردوبه نفسو گرفت کمی سر. اونال تمام شد. ایست. آهسته. این بوی چی است؟ چه خیل بوین؟ بوی موی نیست. یکان چیز با من شامتون. روز میگه بخدا بو هست. بیشرف. کنی اینجا بیا ایسا گذر. نافته برا کلیتا را بگیر. خانه بوی گرفت. بخدا کلیتو رو در حیاتم دیگه نمیگیرم. من اونال دا نزدیک نمیشم دیگه. توبه کردم. چی شد؟ زنجیر بسیار غفص است میگفتی. کم مونده بود که نفست بگیرد. بخدا قریب میمردم. تو چرا اینقدر بیعقل هستی؟ بخدا بیعقل نیستم. یه حیوان مرا در خون دستگیر کرد. با زنجیر گلویت را بسته بود میمردی. دیوانه هستی ای تو؟ بچه خواب بودو میگم نمیفهمیگم. خاموش. خواب بودم میگوید. بیعقل. با آنجا گذر با دقت خواب کن. ای برادر من در اینجا خواب نمیکنم. همراه تو در اون خانه خواب میکنم. کلی گذر بدن میخوابیده است. کله نکن. هر کجایی که خواب میکنی خاموش باش. ای کله از طرف من دستک نزن. خود من بری تو میرم خواب میرم. خودش در اون خانه خواب میره و مرا در پیش سگا خواب میکنه. بخدا میگزیدم چیلو کلو میکردم. نخود با سگ خواب رویم. این دوملوی دیوانه نیست مگر؟ سلام علیکم دوملو. در دوملو بینی ما شکست حیوان. کی هستی؟ ای تو برای چی مرا زدی ها؟ من دامولان هستم. من بکسیارم. ای دوملو آرام شو. من تو رو یک لحظه فهمونم. من رفیق همون دوملوی ساختکار بود کو. ای دوملو یک لحظه بس فهمونم. من شوکت شیری نرم کو. دوملو یک دمیست. تو بوکسور نیستی. تو دوملوی ساختکاری دیوانه ای کو. من امامی دیوانه نیستم. من بکسیارم. بکسیاری حقیقیم. من چمپیونم. بکسیاری حقیقیم. من چمپیونم. من بکسیاری حقیقیم. این دیوانه رفت. خیلیت رفتی. با او یک سلام دادیم. زد دهنو بینی رها مرا شکستید.